بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگانی که صدای من رو میشنوند و این ویدیو رو دارن میبینن. خب طبق همون چیزی که توی پست هم مشخصه، امروز میخوایم یکی از بهترین ترکیبا برای سبک سانتر یا همون سبک لانگ بال رو خدمتتون معرفی کنم. البته که لانگ بال فقط برای سانتر و هد زنی نیستش، ولی خب خیلیا علاقه دارن به این سبک بازی مثل خود بنده و من میخوام یکی از بهترین ترکیبا که من با اون تا دیویژن 2 توی ای فوتبال کنسول تونستم برم بالا رو به شما معرفی کنم. با اینکه بازیکن‌ها من میبینید که بازیکن‌های زیاد محشری هم نیستن که بخوام بگم فقط به خاطر اونا بوده که الان به دیویژن 2 رسیدن. خب ترکیبی که مشاهده میکنید 5-1-2-2 هستش. مربی من استیون جرارد، مربی که سبک لانگ بال و سبک پوزیشن گیم رو میتونه خوب ارائه بده و این سبکی من انتخاب کردم سبک لانگ بالش هستش. برای گلر بهترین گلرتون رو توی دروازه قرار میدید. من یان اوبلاک رو قرار دادم، گلر بهتری نداشتم متاسفانه، با اوورال 99 همونی که توی پنالتی، ضربات پنالتی روزانه، همون دیلی گیم همون میگیریمش. بعدم نیستش، خدا وکیلی گلر خوبی به حساب میادش. برای خط دفاع خب 5 تا بازیکن دفاعی حساب داریم. توی قسمت سنتر بک یا همون مدافعین وسط 2 تا دسترویر قرار دادم، یعنی روبن دیاز و تونی آدامز. کلا بازیکنایی قرار بدید که قدرت دفاعی بالایی دارن، چون خیلی روی اینها ما حساب میکنیم. به خاطر نفوذی که مدافعین راست و چپ قرار میدن ما حساب زیادی با کردیم روی این مدافعین. کلا علاوه فیزیکال باید قوی باشن. من ژول کنده، روبن دیاز و تونی آدامز رو قرار دادم، هم قدرت فیزیکی بالایی دارن و هم سرعت خوبی دارن. این بازیکنایی که من قرار دادم توی خط دفاع وسطم. حالا شما میتونید از بازیکنایی که سبک بیلد اپ هم دارن استفاده کنید. برای مدافعین کناری 2 بازیکن میخوایم که سانترشون قوی باشه و البته نفوذهای خوبی هم داشته باشن از چپ و راست، که بتونن با همکاری هافکایی که داریم وارد محوطه حریف بشن و حتی خودشون شوت زنی انجام بدن، ولی اکثرا از گوشه میان وارد محوطه نمیشن و سانتر انجام میدن. بازیکنایی که سبک اجت کورسینگ دارن مثل همین بن وایت یا گرت بیل رو اگر دارید میتونید بازی بدید، خیلی خوب هستن. حالا کاماوینگایی که من گذاشتم جزو یکی از بهترین مدافع چپای بازی، قدرت سانتر خوبی هم داره. برای هافک وسط یه بازیکن هول پلیر ما قرار میدیم که تغذیه کنه هافکای تهاجمیمون رو. من دومینیک سوبوسلوی پوتو همین هفته پیش رو قرار دادم که حالا میتونید هافکای دیگه هم قرار بدید. زیاد سبک بازی مهمی نداره اینجا، البته که باید یه ذره فیزیک خوبی داشته باشه که بتونه با مهاجمین حریف بدن به بدن بشه. توی قسمت هافکای تهاجمی همون AMF 2 بازیکن میخوایم که من وزری اشنایدر و آندرس اینیستا رو گذاشتم. 2 بازیکن با سبک کریتیو پلی میکر. بله، دوتاشون باید کریتیو پلی میکر باشن، هم خود هافک سمت راست و هم هافک سمت چپ باید کریتیو پلی میکر باشن و اگر هم نباشن موردی نداره، فقط دارای تکنیک بالایی باشن و پاسای خوبی هم بدن. اگه میخواید بررسی کنید تای پوزیشن قوی داشته باشن جفتشون دیگه، بالای حالا 95 اینا تای پوزیشن داشته باشن. برای خط حمله هم که مشخصه دیگه 2 بازیکن هدزن ما میخوایم. حالا من داروین نونیزی که بازی رایگان داده بود که قابلیت بولت هدر داره قرار دادم، با کنارش هم فرناندو تورسی که پکش اومده بود و خیلیاتون خریدید. بازیکن‌های دیگه هم هستن مثل ارلینگ هالند، هری کین، کریستیانو رونالدو. اینا بازیکنایی هستن که شما میتونید تو این پست قرار بدید که قابلیت هدزنی و والیای خاصی که تو بازی دیدید رو دارند. این ترکیب اصلی. حالا بریم برای مهارت‌های فردی یا همون individual intrication. توی این قسمت ما 4 تاشو استفاده کردیم. برای قسمت آفنس یا همون اتکینگ، آفنسیو مدافعین چپ و راستتون رو قرار میدید. یعنی هم ادواردو کاماوینگا رو من زدم که دفاع چپ هم بن وایتی که دفاع راست رو قرار دادم، برای اینکه نفوذ کنن و بتونن توانایی ارسالشون رو به خوبی به ما نشون بدن. توی قسمت دفنس 1 کانتر تارگتی که قرار میدید برای یکی از مهاجم نوکاتونه. حالا من نونیز رو انتخاب کردم، فرناندو تورز رو هم میتونید انتخاب کنید، یعنی جزء یکی از اون مهاجمایی که دارید یکیشون رو قرار میدید برای قسمت کانتر تارگت. و از این هافبک‌های تهاجمی وزری اشنایدر و آندرس اینیستایی که من گذاشتم یکیشون رو انتخاب میکنیم برای همون قسمت کانتر تارگت که دیگه اینا پایین نمیان، وای میستن بالا برای ضد حمله. 2 تا بازیکن
خوب سرعتی تر، حالا مثلا مهاجم اونی که سرعتی تره رو بذارید، هافک هم اونی که سرعتی تره رو بذارید. الان من اینیستا و داروین نونیز رو برای این قسمت گذاشتم که توی ضد حمله ها به ما بتونن کمک کنن. دیگه نکته خاصی نداره. سبک بازیش هم همینی که از چپ و راست توپو میرسونید به هافکای وسط دوباره چپ و راست رو تغذیه میکنن و ارسال روی دروازه و مهاجم هدف شما که کارو تموم خواهد کرد. این هم ویدیوی اول بود. امیدوارم که لذت برده باشید. تا دیداری دیگر شما رو به خدای بزرگ میسپارم. یا علی مدد. خدا نگهدار.